خدمت همه عزیزان. دوستان تو این جلسه میخوایم نحوه پرداخت هزینه پروانه کسب‌های صنفی رو خدمتتون آموزش بدیم. خب ببینید دوستان، برای این شخصی که ما میخوایم الان وارد حسابش بشیم، ما درخواست تمدید دادیم، رفته اتحادیه و به مرحله پرداخت رسیده. میخوایم بیایم هزینه‌اش رو پرداخت کنیم تا پروانه کسبش در واقع صادر بشه. خب من سایت نوین اصناف رو باز کردم، میام روی گزینه ورود کلیک میکنم، میام از قسمت ورود به شماره همراه و کد ملی شخص رو اینجا وارد میکنم دوستان. شماره موبایل و کد ملی. ارسال کد، یک کدی براش ارسال میشه که باید اینجا وارد کنید. کد رو وارد میکنم، میام داخل حسابش، میام قسمت درخواست‌های تمدید. ببینید دوستان، در انتظار پرداخت، روی گزینه پرداخت من میام کلیک میکنم. اینجا مبلغ 400,000 تومان باید پرداخت کنیم. هزینه تمدید پروانه کسب هستش دوستان. پرداخت وجوه رو میام میزنم، متصل میشه به درگاه پرداخت که با مالیاتش میشه 404,000 تومان. اطلاعات کارت رو وارد میکنم و درخواست رمز پویا، رمز رو وارد میکنم و پرداخت. خب پرداخت انجام شد، بازگشت رو میزنم. ببینید دوستان، به محضی که پرداخت انجام میشه، پروانه کسب در واقع اعتبار میگیره. پروانه کسب رو اگر مشاهده کنید، امروز ما پرداخت رو انجام دادیم و تاریخ صدورش هم شد امروز، تا 5 سال دیگه اعتبار گرفت. خودکار پروانه کسب صادر شد دوستان. قسمت درخواست‌های تمدید، قسمت صادر شده، و از این قسمت هم میام فاکتورش رو دوستان دانلود میکنم، فاکتوری که این مبلغ رو پرداخت کردیم، و به مشتری میدم دوستان. این هم فاکتور پرداخت هزینه تمدید پروانه کسب دوستان. حالا این برای تمدید بودش دوستان، برای صدورش هم فرق نمیکنه. میاد قسمت صدور و اگر روی این گزینه کلیک کنید میتونه بیاد پرداخت کنید، هیچ فرقی نمیکنه. این گزینه پرداخت هستش دوستان در واقع، که میبینید ما اومدیم هزینه رو پرداخت کردیم و پروانه کسب صادر شد. برای صدور هم دقیقاً به همین شکل دوستان. میام لیست پروانه های کسب. این هم دوستان از پروانه کسبی که تازه صادر شده، اعتبارش هم زده 4 سال 11 ماه و 29 روز دیگه اعتبار داره دوستان. پس این هم دوستان از نحوه پرداخت هزینه پروانه کسب، حالا چه هزینه صدور و چه هزینه تمدید دوستان. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.